کارشو میکرد شروع. یه روز که با دوچرخه باز میداد جلوی او، باباش سرش داد کشید اینقدر تو نرو حیوون. دختر همسایه با دوستاش بهش خندیدن، خوشبختانه اشکشو این بار دیگه ندیدن. مرد که گریه نمیکنه، 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 مرد که گریه نمیکنه. چند سال گذشت و تقی یا مرتضی یا علی، مردی شد و زن گرفت زنش و دوست داشت، ولی زنش با ناراحتی میگفت تو بی احساسی، تا حالا نکردی یه گریه اساسی. تو بی احساسی، تا حالا نکردی یه گریه اساسی. زنش ازش جدا شد رفت با یه مرد جوون که واسش اشک میریزه مثل یه رود روون. اون علی بیچاره یا مرتضی یا حمید، از زور ناراحتی دیگه نفسش برید. مرد که گریه نمیکنه، 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 مرد که گریه نمیکنه.